بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمة القرآن یکی از مباحث ضروری مقدماتی قرآن کریم مسئله ضرورت وحی است. این درس امروزی ما و شما یکی از دروس مقدماتی هست و این درس و بحث تعلق دارد به ضرورت الى القرآن. عنوان بوانن ایره از ضرورت الى القرآن یا از ضرورت الى الوحی. ضرورت به قرآن چی هست؟ ضرورت به وحی چی است؟ این هم یک مقدمه از جمله مقدمات القرآن است که باید طالب قرآن، طالب دوره تفسیر بداند. این مبحث آغازی بحث به اعتراض و جواب است. معترض آمده اعتراض میکند که وطندار چی می شود بنا بر دلالت عقل؟ چی می شود که به وحی ضرورت نباشد، به قرآن ضرورت نباشد، به سلسله ارسال الرسول انزال الکتب ضرورت نباشد؟ زیرا که مقصود اصلی از نزول یا انزال وحی سلسله نبوت، ارسال الرسول، انزال الکتب، اصلاح عالم است، رهبری دنیاست، آبادی دنیا و آبادی عالم است. در وجود خود انسان قوای هست، در انسان قوای وجود دارد که توسط آن انسان میتواند خوب و خراب خود تفریق و تفکیک کند، شر و خیر را بداند، حسن و قبح را امتیاز کند، برای خود مسیر خوب مشخص بسازد و در آن در حرکت و بیسر بیاید به سر منزل مقصود خدا برسد. خلاصه اعتراض این است که لا ضرورت الى الوحی ولا ضرورت الى القرآن ولا ضرورت الى سلسله الرسالتی. چرا؟ لأن فی بدن الانسان قوت یا قوات است یصیل الانسان بها الى مقاصده. انسان به واسطه ازو به مقاصد خود میرسد و بالای دنیا حکومت کرده میتواند، دنیا را آباد کرده میتواند، اعمار دنیا را میتواند کرده. او قوه عبارت از چی است؟ از حواس و از عقل است. وقتی که در وجود انسان حواس وجود دارد، حواس خمسه ظاهره، قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه لامسه و همچنان عقلم وجود دارد، قوه عاقله. لہذا به وسیله و به ذریعه اینمی قوه و اینمی حواس و عقل انسان دنیا را آباد بکند، حکم روایی بکند، از خود قانون بسازد، به وحی ضرورت نباشد. اینمی اعتراض شد. جواب است که انسان به حواس نمیتواند که جهان را آباد بسازد. حواس انسانی کفایت نمیکند به اعمار و به تعمیر جهان، کفایت نمیکند به اصلاح عالم. زیرا اینکه کدام قوت، کدام حواسی که در انسان موجود است
به مراتب از حواس انسان کرده حواس قویتر در دیگر حیوانات موجود است. اگر به اساس حواس، به خاطر حواس حکومت جهان به انسان داده شود یا به وحی ضرورت نمی بود، انسان به حواس خود پیش می برد، جهان را آباد می کرد، حکم روایی می کرد، عالم را اصلاح می کرد، جهان مدیریت و رهبری می کرد. باز این قوه در دیگر حیوانات غیر ناطقه به مراتب از انسان که بالاتر و قویتر موجود است. خیر بهتر امی می بود که حکم روایی عالم را به آن حیوانات داده میشه. بهتر است که در اینجا شما یک قیاس منطقی جور کنیم. لو كانت الحواس الإنسانية ولو كانت الحواس الإنسانية وقوة العقلانية كافية في إعمار العالم لكانت الحيوانات الغير العاقلة كافية في إعمار العالم، یا لكانت الحيوانات الغير الناطقة هادئين للعالم لكن التالي بكلا الشقين باطل فالمقدم مثله. وجه بطلان التالي، اگر حواس انسانی، قوای انسانی، قوای عقلانیت انسان کافی کفایت کننده و بسنده می بود در اعمار عالم، در هدایت بشریت، در اصلاح عالم، هر آینه حیوانات غیر انسان، غیر عاقله به مراتب از انسان که باید هادی می بودن، رهبرای جهان می بودن. لکن التالي باطل، وجه بطلان تاریخ ظاهر است که رهبری جهان را تا به حال نکدام چارپای کرده، نکدام پرنده کرده، نکدام درنده کرده، نکدام چرنده کرده. وجه بطلان تاریخ ظاهر است که ما میبینیم رهبری عالم پیش انسان است و انسان هم باز مدیریت اداره انسان پیش چی است؟ پیش وحی است، پیش شریعت است. انسان زیر اداره شریعت است. وجه ملازمه چطور لازم است؟ مثلا اول میگیریم قوی باصره، قوی بینایی انسان. یکی از جمله حواس خمسه ظاهر انسان قوی بینایی است، قوی باصره است. بعضی حیوانات وجود داره که از انسان کرده قوی دیدش، قوی دیدنش به مراتب بالاتر است. به طور مثال نهایت قوی باصره انسان که کار میکند مؤثر، آخرین حد قوی دید انسان 1 میل راه است. 1 میل یا 1 مایل. تا 1 مایل نظر انسان کار میکند. گفته میتونه که ذالک فرس و ذالک بقر و هذا انسان. تا 1 میل کار میکنه. اما در مقابل انسان یک حیوان پرنده است به نام باز، شاهین، عقاب و غیره دیگر پرنده های در فضا است و به اندازه 3 میل از فضا، از هوا با آسانی داخل جنگل، داخل بحر، داخل جنگل و داخل بحر و داخل کوه و کمر شکار و هدف خود میبیند، علی الفور پایین میشود، او را بالا میکنه. حالی خب بیخی چیزا بالمشاهد شما میبینید، چقدر ویدیو هست. صقر میبینید، صقر، شاهین، باز، عقاب از 3 میل را از فضا، از بالا
3 میل فاصله در مابین جنگل بیادبی ما موش میبینه. موش بالا میکنه، خرس بالا میکنه. خرس از 3 میل راه در مابین جنگل میبینه و روبا و شغال میبینه، پایین میشه و بالا میکنش. و حال است که نهایتی دید قوه دید انسان تا 1 میل است. اگر مثلا به حواس باشه، خب باید حکومت دنیا را داده میشد به عقابه ها، با شاهین ها، با بازا، همیا پیش میبره، چرا که حواسشان بالاست. دومی از قوه انسانی، حواس انسانی، قوه سامیه است. آخرین حد شنوایی انسان تا فاصله 1 میل است. تا فاصله 1 میل، او هم از طرف شب بوده باشد، موانع نباشد، انسان اما قوه شنوایی و گوشش، قوه سامیعی تا 1 مایل یا تا 1 میل. میل در شرع ثلث فرسنگ است. گر تو را دانش است و فرهنگ است، ثلث فرسنگ هست 4000 از قدم های مرد خوشرفتار یا اشتری رهوار. اگر شب هنگام باشه، موانع هم نباشد، دشت و صحرا باشه، تا 1 میل انسان آواز را میشنود. فرق کرده میتواند که یعنی آواز انسان است، یعنی بوغز گاو است، و این آواز سگ است، و این آواز اسب است، این چرسی اسب است. تا 1 میل قوه شنوایی انسان کار میکند، حس میکند. اما در مقابل ازی، در مقابل چی؟ در مقابل انسان دیگر حیوانی وجود دارد. کلب، کلاب، سگ هاست. سگ از طرف شب تا فاصله 4 میل، ببین تو انسان تا فاصله 1 میل، سگ ها از طرف شب تا فاصله و تا مسافه 4 میل آواز میشنوه. خوب درست میشنوه و آواز میگیره که آواز چی است. اگر سگی دیگر از فاصله 4 میل دور آواز بلند کند، سگی دیگر هم 4 میل دور بالای بام میبراید، در مقابلش آواز نشان میده و عکس العمل نشان میده. اگر به قوه سامعه جهان جور میشد، خب باید حکومت جهان پیش سگها می بود، کلابون. چرا که قوه حواس سگ خیلی بالاست، قوه شنواییش. از طرف شب بسیار یک شرفه ضعیف میشه، ما شما شرفه میگیم، یک شرفه ضعیف که شود سگ با آواز میاد، شر احر ذانابین، شر احر ذانابین. همچنان دیگر قوه انسان چی است؟ قوه شام است. اشمام کردن، قوه بوی کردن مشمومات و چیزهای بویناک که احساس میکنه. انسان چقدر که قوه شامش قوی باشد، 3 متر الی بسیار بدبوی بالا باشد تا 6 متر، نهایتا تا 10 متر حس میکنه که خوشبویی است، این بوی عطر است یا بوی مرداری است یا بوی مسلخ است و غیره و غیره. اما در مقابل یک حیوان است به نام نملن یا نملتون، مورچه. اینقدر قوه شامش بالاست، قوی است که تا فاصله 50 متر الی 70 متر یک چیز شما در الماری یا در اتاق در بکس میمانین که انسان هم در اتاق میشینه هیچ بوی از اون حس نمیکنه، اما
ساعتی نمیگذره میبینی که یک قطار بزرگ، یک کاروان بزرگ از مورچه ها جور شد. از داخل الماری ببین که یک تا بوره، شیرینی یا گر، چیزهای شیرینی رو ببین که کشیده میبره. اگر گپ به حواس باشد، به حس شامه باشد، باید حکومت جهان را به مورچه داده میشد. مورچه ها حکومت میکردن، مورچه ها نظم و تدبیر عالم پیش میبردن. ولیکن این چنین نیست. همچنان حیوان دیگری است در قوه شامه، در حس بوی کردن. از مورچه که در بالا قوه بالاتر داره که او چی است؟ به اصطلاح ما شما او را کنه میگم. کنه حیوانی است، یک حشره است که در بدن حیوانات خود میچسباند، در زیر دم حیوانات، در مابین رانش، زیر پستان حیوانات خود میچسباند، خونش کش میکنه. این را ما به اصطلاح خودمان کنه میگیم، به زبان محلی کنه. به فاصله 45 میل، به مسافه 45 مایل، 45 میل دور بوی رمه را حس میکنه. خود در مسیر را میگیره، میدانه که از اینمی طرف، از جهت شرق یا از جهت غرب یا شمال یا جنوب، یک رمه یا یک کاروان یا قافله روان است. خود از کو به سرک به مسیر میرسانه تا به اینکه به جان حیوان خود بچسبانه و ایلاق بروه. ایلاق، اگر حیوان ایلاق میروه، شیوا میروه، امراش بروه، رحلت شتای و صیف، تابستان در وطن سرزمین سرد بروه، زمستان پس بیاد گرمی. اما 3 ماه تابستانش بسیار خوب تیر شود. در کجا؟ در مابین پشم حیوان یا در قد ران حیوان یا در پستان گو یا در مابین او بین پای حمار یا فرس و غیره و غیره. این را کنه میگن. 45 مایل به تجربه ثابت شده که حس میکنه. از جای دور که وقتی که بوی کش کرد، خود در مسیر کاروان و قافله میرساند، میداند که این که حس میکنه که اینمی قافله یا وقتی شیوه رفتنش است، خود در سرک قیر قندوز میرساند، سرک خانواد قندوز، که تا اینکه خود در شتر، در گوسفند، در بز بچسبانه برای در شیوه بدخشان 3 ماه تابستان تیر کنه در سردی. وقتی که دوباره رمه و گله و پاده هوا سرد شد، تیرما شد، طرف قندوز آمد یا چاردره یا ارشی یا امام صاحب، دوباره خود همراه حیوانات میگیره در وطن سرد خود میرسونه، در وطن گرم. از این خاطر در عربی یک مثل است، میگه فلان اسمعو من قرا، فلان که بسیار قوی سامیش قوی است. از چی کرده؟ از کنه کرده. کنه از 45 میل دور شرفه و آواز و فشار پای شتر، رمه، اسب حس میکنه، خدا در مسیر میرسه. و آخرین قوه انسان شما فهمیدین که قوه شنواییش 1 میل را بود. 1 میل را، این 45 میل را حس میکنه. خیر باید حکومت دنیا به داده شود، به داده میشد. سابقه قطاع طریقا، دزدا و لصوصا که میخواستن مسیر کاروان پیدا کنن، همین حیوان که نامش به اصطلاح ما کنه است، به عربی قرا است، قرا، این را همراه خود می آورد، پیدا میکردن. در یک بیابان
دزده ها، راهزن ها، داکوها استاد می شدن. این حیوان از بوتل یا هر قوطی که بود میکشیدن بیرون، به هر مسیری که می حیوان میکنه حرکت میکرد یا به اون مسیر میرفتن که بینمی را کاروان میآید تا اینکه بالای کاروان حمله کنن، دزدی کنن، چوروش پاول کنن، غارت کنن. این بود به حساب حواس. از این معلوم شد که دنیا به حواس جور نمیشه، نه به قوی باسیده جور میشه، نه به قوی سامعه جور میشه، نه به قوی شامه جور میشه، نه به قوی ذائقه جور میشه. به هر صورت یکی از جمله روات حدیث است، یکی از جمله راویا و روات حدیث لقب از علماء کرام چی دادن؟ نوح ابن قرع. نوح ابن قرع لقب از قرع داده بودن به خاطر که بسیار حواس قوی داشت، بسیار قوای شنوایی قوی داشت. با او در یک گپ خطا نشد، میگن که علما به ما نایم از نوح یا لقب دادن نوح بچه قرع، یعنی بچه کنه، خاطر قوی سامیهش بسیار قوی بود، بسیار بالا بود. به این لقب خیلی از علماء کرام خفه میشد. به هر حال همچنان دیگر حیوان است که ما شما به اصطلاح خودمان او را خسک میگیم. خسک به پشتو کتمل میگن، طرفای پشاور کتمل، یعنی اندوال چپرکت. خسک انسان خیلی که خطرناک میگذره، از جمله حیوانات خزنده است، حشره خزنده است. از بسیار فاصله دور انسان حس میکنه که انسان در اینجا است. از فاصله بسیار دور بوی انسان حس کرده خود به انسان میرسونه. لہذا به حواس عالم جور نمی شود، حکومت کرده نمی شود. اگر بویی که در وجود انسان حواس است، انسان به حواس خود خوب و خراب خود فرق بکند، خود از شرور نجات بده، به خیر برسانه و عالم اصلاح کنه. بعد از انسان که دیگر حیوانات قوی تر بودن، اونم براتون مثال پیش کرده شد، خیر حکومت جهان باید به میاد داده شد و حال است که این چنین نیست. معلوم شد که حواس کفایت نمی کند، به یک قوه دیگر ضرورت است. اون قوه نیست مگر وحی است. به یک قوه رهبری، قوه خارجی که از وجود انسان بیرون باشد، انسان را رهبری کند. همچنان آمدن به ارتباط عقل. این اعتراض جواب شد که حواس کفایت نمی کند. اگر حواس کفایت میکرد با یعنی حیوانات حکم فرمای جهان، حکم روای جهان می بودند. لکن در طالع باطل فالمقدم مثله. دوم جزء سوال اعتراضی بود که به وحی چی ضرورت است؟ لا ضرورت الی الوحی، چرا لوجود العقل؟ انسان در داخل خود یک قوه داره به نام عقل، قوه عاقله، قوه دراکه. گاهی ذهن گفته می شود، گاهی ذکاوت و گاهی فطنت و همین قوه است. ما میگوییم که اگر وقتی که قوه عاقله است، انسان عقل دارد، به عقل خود خیر و شر امتیاز کند، درک کند، تعمیر عالم بکند، عالم بسازد، به عقل حکم روایی کند.
در یک مثال از پیشمان، مثال شیر. شیر شما میبینیم چقدر هوشیار است، چقدر حواس قوی داره. شیر سید الوحوش است، سید الوحوش، پادشاه جنگل است، پادشاه تمام حیوانات وحشی است. بالای پلنگ حکومت میکند، بالای ببر حکومت میکند، این بالای گرگ حکومت میکند، باقی بالای کفتار و خنزیر و حماری وحشی یا خویه هیچ خبر نیست. سید الوحوش است، پادشاه جنگلات است. در یک جای 1000 حیوان وحشی دیگر باشد و یک شیر باشد، همه را مدیریت و رهبری میکنه. چقدر حواس قوی داره، با وجودی امی حواس داره، بروتای چنگ چنگ داره، چقدر چشمای قوی داره، قوای شنوایی بسیار بالا داره، قوای شامش هم خیلی قوی است، بسیار بوی از دور حس میکند. با وجودی از او هم بسیار ضعف داره. ضعف چی است؟ که میبینه که همین مردمایی که شیرها را میگیرن، شیر را که میگیرن، همین سیاحت کننده ها، کسایی که از جنگلات شیرها را میارن در باغای وحش به خاطر نمایش، یا پنجره های سیار با خود میبرن در جنگلات آمریکا، جنگلات آفریقا، جنگلات اروپا، جنگلات چین، روس، میخوان که شیر شکار بکنن. شیر شکار میکنن او برای خدا، با وجودی که حواس قوی داره. گوسفنده یا بزه ذبح میکنن، داخل یک پنجره کلان او را آویزان میکنن در یک سیخ، پنجره را بین جنگل استاد میکنن، دروازه پنجره را یلا میمونه. کلان پنجره از قفس، از قفس فلزی است، قفس آهنی است. داخلی از او یا گوشتی بز یا خودی بزه آویزان میکنن، یا گوسفند آویزان میکنن، یک حیوان دیگر میکشن آویزان میکنن. یک دم میبینی که شیر با وجود همیشه حواس قویش، آسته آسته همی شیر گو میگرده، گو راز داخل پنجره میداره، دروازه پنجره از پیش اتومات بسته میشه، در قفس در دام گیر میاد، بند میمونه. این قفس بالا میکنن، بالای موتر انتقال داده از افریقا میبرنش در آسیا، در باغای وحش. بینیم قوش. لحاظا حواس کفایت نمیکنه. اگر به حواس کفایت میکرد، به فعال بودن حواس کفایت میکرد، به غیرت و شجاعت جهان آباد میشد. بعد خیلی حکومت جهان به شیرها داده میشد، شیر حکومت میکرد، به هر حساب قوی است، لحاظا به حواس نمیشود. پس باقی من جز دیگر اعتراض چی بود؟ که والا به وحی ضرورت نباشه، در وجود انسان یک قوه است به نام عقل، قوه عاقله. ما میگم صحیح است که عقل هم درست است که یک قوه داخلی است. عقل قوه داخلی است، با وجودی که عقل یک کلام نعمت خداست، نعمت عظما است. این عقل است که انسان به برکت عقل بالای بسیار حیوانات، بالای همه موجودات، بالای همه حیوانات دیگر شرافت پیدا کرده. یک قول میست ولقد کرمنا بنی آدمه، این به عقلش است. عقل با وجودی که بسیار کمالات دارد، با وجودی که عقل بسیار کمالات دارد، بسیار خوبی ها دارد، بسیار مدرکات دارد، بسیار زیرکی دارد، با وجود از او بسیار ضعف هم دارد، ناتوانی ها هم عقل دارد، تقصیرات هم دارد. چرا که عقل بیچاره از بسیار چیز متاثر می شود. لہذا عقل هم کفایت نمی کند. عقل به عنوان یک قوه داخلی، حواس به عنوان قوات خارجی، در اعماری عالم، در تعمیر جهان، در حکم روایی بالای عالم کفایت نمی کند. عقل گرچه که خیلی قوه بالاست، خیلی قوت قویت دراکت مدرکت، بسیار تجزیه و تحلیل میکند، بسیار مدیریت فعال دارد. با وجودی که عقل یک قوه درونی انسان است، خیلی که فعال است، تجزیه و تحلیل دارد، مدیریت دارد، باز هم بسیار نقاط ضعف، به اصطلاح بسیار پوینت های منفی، بسیار خلاقاه ها و مشکلات و ضعف هم داره، ناتوانی ها هم داره.
ناتوانی های عقل چی است که بسیار متاثر میشن. عقل بیچاره از بسیار چیزهای ضعیف، از بسیار چیزهای کمزور عقل بیچاره متاثر میشه، عقل بی عقل میشه. عقل گاهی خودی عقل بی عقل میشه. لہذا عقلم کفایت نمیکنه. با وجودی که عقلم یک قوه داخلی است، باید امرای ازی یک قوه خارجی بوده باشد که عقل را رهبری کند. او قوه خارجی نیست مگر وحی است. فلهذا فمست الحاجة الى الوحی وهو ارسال الرسول و انزال الكتب. که عقل خودش گاهی بی عقل می شود. وقتی که دیگه مردم دیگه چیزا را خود عقل رهبری میکند، وقتی که عقل خودش بی عقل شود، عقل را کی مدیریت کند، عقل را کی رهبری کند؟ عقل را یک قوه خارجی بکار است. اون قوه خارجی نیست مگر وحی است. لہذا ضرورت پیشت به وحی. ما گفتیم که عقل خیلی که نارسایی ها، ناتوانی ها، کمزوری ها داره. به خاطر که عقل بیچاره از بسیار چیزهای خرد متاثر می شود، از کار میمونه. عقل بسیار چیزها هست که به کار خود نمیمانند بیچاره. به خاطری که عقل با وجودی کمالاتش، با وجودی قدر خوبی هایی که داره، خرابی ها هم دارد، نقصانات هم دارد. اون نقصاناتش چی است که عقل از بسیاری اشیا، بسیاری اوقات، از بسیار چیزای ضعیف عقل متاثر میشه. عقل موانع زیاد داره، عقل دشمنهای بسیار داره که عقل به کار نمیمونه. لہذا نمیتوان که دنیا را به عقل رهبری کرد. بسیار عقلا گذشتند، به عقل خود گفتن که ما هستیم، جهان را جور میکنیم، اما نتونستند. به جای اعمار انهدام کردند، به جای تعمیر تخریب کردند، به جای امنیت ناامنی و وحشت آوردند. لہذا عقل بسیار مشکلات خدا داره. به حواس نشد، به عقل نشد. عقل قوه درونی است. با قوه درونی یک قوه خارجی در کار است. او قوه خارجی نیست مگر وحی است. لہذا به وحی ضرورت. آمدیم به که عقل از چه چیز متاثر می شود؟ نقصانات عقل چی است؟ تأثیراتش چی است؟ عقل از چی متاثر می شود؟ از اشیای زیل عقل متاثر می شود. اولی که عقول یک نقصانش ای است که عقل یک قسم نیست، عقول یکسان نیست. از بدء فطرت، از ابتدای پیدایش عقل یا ذوی العقول، عقول متفاوتتون، عقول متفاوت است. طور مثال یک طرف میبینی که عقل افلاطونی است. عقل افلاطونی است. عقول حکما یونان است که به عقلشان هواپیما، هلیکوپتر ساختن. بالای بامی هر حکیم یونان، هر فیلسوف یک پرونده هلیکوپتر استاد بود. کلید میدادن، کوک میکردن، دو میشیدن، از چوب هلیکوپتر ساخته بودن. بالای بامی خانه هر حکیم یونان، بالای بامی خانه افلاطون، سقراط، بقرات، فیثاغوروس، دموکریتوس، ارسطوطالیس، یک هلیکوپتر چوبی استاد بود. میخواست که از کابل برود به کندوز، کلید میداد، پرواز میکرد، پس کلید میداد، در کندوز هر جا میخواست پایین میشد. همین بود که در مقابل آنها اینقدر عقولشان بالا رفته بود که از عقل و چیه ها ساختند که در مقابل آنها الله تبارک و تعالی به حضرت سلیمان تخت نصیب کرد، معجزه داد به شکل تخت. بالای تخت میشست، بالای یک گلم
حضرت سلیمان علیه السلام با تمام اعضای کابینش با آصف ابن برخیا میشیشتن، با انس و با جین بسته کابینه میشیشت، تخت پرواز میکرد، یا یک هوا، یک سترنجی، یک گلم، یک قالین در هوا پرواز میکرد. در مقابل عقل حکمای یونان الله تعالی به حضرت سلیمان معجزه نصیب کرد. تو تخت بود. قرآن میفرماید غدو و شهر و رواح و شهر. غدو و شهر، سفر یک صبحی، یک صباحی سفری تخت سلیمان علیه السلام پروازش، یک ماه سفری هلیکوپتر حکمای یونان. ساعت 8 بجه که حضرت سلیمان تخت در هوا پرواز میکرد، کدام جایی که تا ساعت 12 بجه حضرت سلیمان میرسید، هلیکوپتری حکمای یونان و افلاطون خلا به یک ماه منزل دوجه نمیرسید، به یک ماه پرواز نمیرسید. غدو و شهر و رواح و شهر، یک چاش سفری تخت سلیمان علیه السلام پروازش، یک صباحی سفرش، یک صباحی یک بیگاهیش، به اندازه یک ماه پرواز هلیکوپترهای حکمای یونان بود. در مقابل از او حکمای یونان حک و پک ماندن، عاجز آمدن، ناتوان آمدن. کی چه قسم گفت؟ ناتوان ماندن. کی چی است؟ بازم مقابله کردن، نگفتن که این معجزه است. کسی که صاحب معجزه است خود پیغمبر میشه، بیا به ایمان بیاریم، به الله ایمان بیاریم، به وحی ایمان بیاریم. یک طرف عقولی افلاطونی است که به عقل خود پرواز میکرد، دیگر طرف عقلی حبنقه است، ابن حبنقه. شما در شرع جامعه خوندیم فلان احمق من ابن حبنقه، فلان که میگه احمق تر است، بسیار احمق و بیعقل تر است از ابن حبنقه. حبنقه ای طرف بیعقل بود، ای قدر احمق بود که یگان وقت خود گم میکرد، خودش گم میکرد. به خاطر همی که هر صبحی که از خواب میخست، با جایی که خودش محکم میگیره برادرش محکم میگیره. برادرش میگه که ما تو شدم تو ما شدم، میگه تو برادر تو هستی ما هستم، حالا که سامانی مره. میگم نه، به خاطری که خدا گم میکرد به یه اندازه احمق بود که خودش گم میکرد. باز این برادرش از استخوان، از چبلقای کونه، از پلاستیک، از چوب در گردن از یک تاق جور کرد، یک تاق انداخت که شب که ابن حبنقه میخوابید این تاق در گردنش بود. صبحی که میخست ام تاقی که دست میکرد میفهمی که والا خودم هستم، امی آدم خودم هستم، تا که از جنجال برادرش خلاص شود. اتفاقی یک شب خوابیده بود ابن حبنقه، اما تاق در بری میخ آویزان کرده بود، تاق در بری خانه آویزان کرده بود. وقتی که صبحی از خواب خست، تاق از این برادرش در گردن خود انداخته بود. تاق ابن حبنقه را برادرش در گردن خود انداخته بود. وقتی که ابن حبنقه صبحی از خواب بلند میشوه، میبینه که تاق در گردن برادرش است، دفتن برادرش محکم میگیره، میگه یا اخی انا انت فاین انا. کی میگه؟ یا اخی ای برادری من، انا خو انت فاین انا، میگه انا خو انت فاین انا، ما خود تو شدم دیگه، می خودی ما چی شدم؟ یا میگه تو ما شدی، ما چی شدم؟ باز میگه بچه دیوانگی نکو، انت میگه نه لغت که از زمانی برادرش میگیره، حواسش جور است، چشمش جور است، اما چیز جور است. اون طرف عقول ببین تو که یه عقل است، عقلی ابن حبنقه عقل است، خودش گم میکنه. اون طرف افلاطون هم عقل است. لحاظا ما به کدام عقل رهبری جهان بودیم؟ رهبری جهان به افلاطون بودیم که او قسم بکنه، به سقراط و بقرات و فیثاغورس بودیم، یا با ابن حبنقه واری مردم بودیم که خودش گم میکنه. لحاظا عقل کفایت نمیکنه.
این دلیل اول بود. این نقصان اول عقل بود. چی است؟ عقول متفاوتتون، در مابین عقول تفاوت است. یکی عقول اعلاست، دیگر در مرتبه ادناست، دیگر عقول متوسطه است. تو از پشت کدام میروی؟ کدام به خود رهبر و قاید میگیری؟ یک ضعف و ناتوانی و کمزوری عقل تفاوتش است. به یکی بتی او قسم میشوه، جهان به دیگر بسپاری این قسم میشه، خدا گم میکنه. دوم نقصان عقل چی است؟ که عقل متاثر میشود، عقل متاثر میشود از رسم و رواج. عقل از رسم و رواج و رسومات و عنعنات منطقوی متاثر میشود. چقدر انسان‌های هوشیار هستند، علمای دین هستند، فیلسوفا، پروفسورها هستند، دکترهای علوم دینی هستند، سنت را هم میدانند، بدعت را هم میدانند. وقتی در مابین قوم میآیند، خب عقلای قوی فعال هم دارند. به جایی که به شریعت عمل کنند، به بدعت مبتلا میشوند. زیرا که عقل اینها متاثر میشود از رسم و رواج قریه، منطقه، اهالی. در مرگ، در عروسی، در خوشحالی، در غم ببینی که مولا هم تابع عوام شد. بگو مولا صاحب امی کار نکو، امی قسمی که حیله اسقاط تو میکنی، امی قسمی حیله اسقاط بدعت گفته شریعت نکو، امی را قبل از جنازه بکو. میگه نه والا رواج مردم است. او خونه خراب، تو عالم هستی. ببینی که عقل یزی متاثر از رسم و رواج قوم شد، هم در مصیبت هم در شادی. این ما شما با چی مثال میبینیم؟ در بعضی جا رواج است که مرده بالای تخته دیدگی است، او طرف مردم حلوا تقسیم میکنن. مرده بالای تخته است، تا به حال غسل داده نشده میته. او طرف میگه حلوا توزیع شده است بالای چپاتی، نانای پرکی آوردن حلوا توزیع دارن. خیرت است، این حلوای تخته است. چرا اینا میتین؟ میوالای مرده وقتی جان کندنش دانش بسیار تر شده، مزه دانش خراب شده، حلوا تقسیم کنیم که دانشی کمی شیرین شود. همین عقل است. در دای محرم ببینید که کبیرزنا در بالای قبرها میروند. بالای قبرها زیارتها در کندوز، در خاناباد، در کابل، شهدای صالحین، در چنداول، برچی، تیمنی، همین شیعه و تشیع همش عقل دارن. کسی که خونده هستند، خدا عاقل و عقلا میگیرن. بالای کلان همین اجتزا پیشون است، چلا و صافا و پاشک، بالای قبرها او پاش میتن. اگر بوی او زن خیرت است، او خلا کمپیر میگه به خاطر او پاش میتن که همین شهیدای کربلا، شهیدای دشت کربلا بسیار با لبهای تشنه شهید شدن. او بندازم که و سیراب شون. او خانه خراب، توی عقل نداری. و در دشت کربلا شهید شده. کربلا خود عراق است، در کوفه است، تو در کابل هم مندازی. اینی رسم و رواج است. از این متاثر میشوند، از بدعات و خرافات متاثر میشوند. سوم ضعف عقل چی است؟ ناتوانی عقل. عقل متاثر میشود از قهر و غضب. وقتی که قهر و غضب آمد، عقل از کار میمونه، کار نمیده. عقل در وقت قهر، غضب و خشم و غصه از کار و فعالیت میمونه، به جای خوبی خرابی میکنه. ببین که یک برادر است، بین برادر بالای یک بیسو زمین جنجال میخیزه، یا زنها بین خود جنگ میکنه به خاطر میگن شور زن قتل مرد. یک بیسو زمین بسیار که قیمت داشته باشد در من جای خوبی کابل 20,000 دلار میگی. برادر میخیزه، برادر میکشه، عقلش کار نمیده. همین برادرم است، اولاد پدرم است، بازویم است. نمیگه که بکشم، خودم یا اعدام میشم، زمین از ایم از زمین مرد، مام از زمین میمونم، اولاد از این بسر پرست، یتیم، بیوه، یسیر از مام این زمین میمونه و دیگه مردم. این عقل چون که قهر و غضب آمده، غضب چی میگه؟ ثوران و دم، خون بالا رفته، خون فواره کرده، خون گرم آمده بالای چی؟ بالای عقل. عقل مغلوب ساخته، عقل بیچاره متاثر شد. عالی عقل هم رهبری کرده میتونه. یک برسر غضب بیاد دنیا رو خراب میکنه. برادری خودم میکشه، فکر نمیکنه که ما 20 سال قید میبره، 20 سال زندان تیر میکنم،
از زمین من ماندم، برادرم از زمین ماند. لحاظا عقل از غصه، از قهر و غضب متاثر میشه، کاری کردن نمیتونه. چهارم، عقل متاثر میشود از وهم. از قهر و غضب و خشم عقل متاثر میشه، کار نمیده. چهارم، عقل متاثر میشود از وهم. از این جهت علمای کرام فرمودن الوهم سلطان القوا. وهم گفتن سلطان قوا است، بالای عقل وهم غالب است. انسان بسا اوقات شب یک تصمیم میگیره، پیش عقل یک تصمیم میگیرد، عزم قاطع میکند، سبا که میشه پشیمان میشه. عقل به چی به کار نمیمونه؟ وهم بالای عقل غالب میشه. این کارا کردی، در روز روشن یک جای 10 مرتبه تیر شده و رفته و آمده، هیچ چیزی را ندیده، اما شب که روان کنی از دور کسی رو ببینه میگه بلاست بابا آمد. و روز 10 بره تیر شده که همون سیاهی یک کنده درخت است، یک شاخ درخت است، یا یک آیین کونه است، یک چیز دیگه است. حتی به شب که میروی بوی روان کنی برو، میگه رفته نمیتون. با انسانی که در یک اتاق بود، یک جای بود، زندگی میکرد، اندوالش بود، در زندگیش زیر یک لحاف استراحت میکرد. بعدی که اون نفر وفات میکنه و قبض روح میشوه، همین نفری که قرآن رو کمرش بسته کنی که به امرای مرده یک شب تیر کو، میگه نه من شب کی تیر کردم میتونم امرای مرده. چرا؟ میگه این مرده یک دم شب زنده نشوه، این شب زنده میشوه قیمت به قد به قد میشوه. اینا چی میگه؟ وهم میگه. وهم عقل به کار نمیمونه. از این خاطر از طرف شب که سیاهی رو میبینه مالا میگه فلان گیرا الا گرگ است، الا شیر است، الا جن است، الا دیو پری است. چهارم، عقل متاثر میشود از وهم. پنجم، عقل بسا اوقات متاثر میشود از قوه شهوانی، از شهوت. شهوت که غلبه کرد، به خاطر استلذاذ و تلذذ و لذت گرفتن یک دقیقه‌ای حیات خود خراب میکنه. هیچ فکر نمیکنه که من اینقدر طاعات کردم، اینقدر عبادت کردم، اینقدر نماز خواندم، روزه گرفتم، جهاد کردم، صدقات دادم، این زنا بسیار عملی بد است، من خراب میشم، تمام اعمالم هوا منثورا تبا میشه، برباد میگرده، آخرتم خراب میشه. و امی دختر یا امی زنم این خواهری کسی است، این از خود برادر داره، این از خود پدر و مادری داره، خواهری کسی است، خاله کسی است، همه یک شخص است، ناموس یک شخص است، دختر یک کس است و من همه قسمی خواهر دارم. هیچ عقل کار نمیده، به خاطر لذت یک دقیقه‌ای حیات خود برباد میکنه. چرا که متاثر شده از قوه شهوانی، از شهوت اینا مغلوب ساخته شد. ششم، عقل بسیار اوقات متاثر می شود از تعصب. عقل متاثر می شود از تعصب. اینا ما شما با ظاهرا می بینیم، محسوس بالبصر. کلان دانشمند هاست، فاکولته پاس هاست، دکتر هاست، علما هاست، شیخ الحدیث هاست، شیخ القرآن هاست، مدرسین است، رهبران است، رهبرای دینی هستند، پیشواهای مذهبی هستند. ببین که در تعصب قومیت، در تعصب نژادی، در تعصب لسانی، در تعصب سمتی، در تعصب قومی مبتلا هستند. یا عقل ندارن، عقل دارن، عقلشان متاثر شد از تعصبات. هفتم، عقل بسیار اوقات متاثر می شود از عشق، از جذبات عشق. عشقی غلبه کرد بس عقل از کار میندازه، عقل کار نمیده دیگه، از رهبری و از مدیریت و کنترل و از فعالیت میمانه. مثال واضحش چند عاشق مشهور در جهان تیر شده. مجنون که عاشق لیلا بود، فرهاد
که فرهاد عاشق شیرین بود. فرهاد عشق ده فرهاد په شیرین نکیده، عشق ده فرهاد په شیرین نکیده. فرهاد عاشق شیرین بود، دختر شیرین نام داشت. دیگه ورقه و گلشاه، ورقه و گلشاه، ورقه نام یک شخص بوده، گلشاه نام یک دختر بوده. خلاصه ای که مجنون اصل نامش قیس است، عقل خود بالای لیلا از دست داد و مجنون مشهور شد. اصل نامش قیس است، عقل نداشت، عقل داشت. و لیلا از لحاظ رنگ، از لحاظ چهره سب سفید کنی دیگ بود، سب سفید کنی دیگ، سب سیاه بود. لیلا سب سفید بود کنی خرد. و همین مجنون با عقلش، همین قیس بالای عاشق شد. چقدر پدرش زحمت کشید، آخری را پیش پادشاه برد که همین بچه را یک فتکه بگو، تهدید بگو که دختر از دور شوه، بچه مرا دیوانه کرده. دیگه شاعر گفت لیلا را خلیفه کانتوی، گشت مجنون از غمت دیوانه ای. و از دیگر خوبان تو افزون نیستی. لیلا چی گفت؟ گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. گفت تو مرا با چشم مجنون ببین پادشاه صاحب، خلیفه صاحب. گفت چشم مجنونش اگر بودی تو را، هر دو کونش بی خطر بودی تو را. اگر چشم مجنون در کله تو می بود، مجنون خب بالای ما عقلی خود زده، تو هر دو دنیا، هم دنیا تا می باختی هم آخرت تا می باختی. چشم مجنونش اگر بودی تو را، هر دو کونش بی خطر بودی تو را. خلیفه گفت علی را بکشین، گفت از روی ما بالاست. لحاظا همیست که عقل متاثر می شود از عشق. عشق او طرف هم است که عشق حقیقی باشد یا مجازی باشد. هشتم، عقل متاثر می شود از اقتدار، از قدرت، از چوکی، از جاه و جلال. بسیار مردم است وقتی که بالای در قدرت نمی باشه یک قسم است، با چوکی و قدرت رسید بسیار دوستای نزدیکی خوده، بلکه پدر و برادر خوده هم نمیشناسه، او را هم از دست میته. ساعتا پشت دروازش مونه که من وزیر صاحب میبینم، رئیس صاحب میبینم، میگه جوابش بده، وقت ندارم. عقل خود داره. او برادر کمی دوستم است، بسیار دوست صمیمی است، برادرم است، سالها با هم رئیس سپری کردم. این خود پدرم است، برادر است. اما منصب و چوکی و قدرتش به عقل اجازه نمیده که حتی نشستن و برخاست با او عیب میدونه. کدام نفر نه که ولی ایمی مولوی پدر شما همی است. باز قصه اون بچه پوهنتون میشه، سخی یک از بامیان بوده گذره بچه که در مابین اندوالا و همسنفی های پوهنتونش در پوهنتون در اتاق بسیار خدا کاکا میگرفت که والا ما پدرم ایت است در وطن و در ما در بامیان یک قسم هستیم، یک زمین داریم، یک باغ داریم. پدرم اجرام ترخیص میکرد. امی وقت بود که وقتی پدری از این آمد خبر گیریش در پوهنتون، این سخی یک نبود. در اتاق داخل شد، پدرش که بچه ها دیدن که لونگی از چی میگه، سر و وزش چی میگه، چرکای پاش ببین، ترکیده های پاش سلکو، بروتاش فقط دسته گندنه واری، دنداناش سالها برس و مسواک ندیده، کالها چرکین قرقین آمده. از بچه ها پسند داره که سخی یک ازمونی هسته، سخی یک ازمونی جنی هسته. و بچهش در مابین بچه ها هست در اتاق، بچهش آلی نمیشناسه، چرا که لباسش تغییر کرده، درشی است، پتلون است، یخنقاق است، موی سرش مود جور کرده. باز بچه ها گفته که سخی جان همی کی است؟ این نفر نشناختیم. گفته این قبلگاه ماست، قبلگاه ماست. باز پدرش که در خانه رفته برای مادر سخی چی گفته؟ ای زن گفته سم کنی سخی یک از مو اتریگک شده، کابلیگک شده. گفته آته خورا قلبگاه موگه، آته خورا قلبگاه موگه. او خود در اینجا قبلگاه گفته بود، خیال پدرش که قلبگاه گفته. گفته حالی به گفته مثل اصل شده آته خورا قلبگاه موگه. با اندوالای خود گفت که این قلبگاه از مو هسته، او خود قبلگاه گفته. اینی عقل است. عقل متاثر شد از جاه و جلال،
از بامیان تا کابل آمد، یک تغییر خورد. به هر صورت، هشتم، عقل بسیار اوقات متاثر می شود از خوشحالی. یک بالاش اگه حالت خوشحالی آمد، یک چیزی که دوست داشت با یه حاصل شد، پول با دستش آمد، یک خوشحالی شد، یک بچهش از سفر آمد، یک فایده برش رسید، در همین وقت عقلش کار نمیده. کلان موسفید است، کلان مولا مولوی است، میگه والا حواس ارمان دارم، این بچه آخریم است، این بچه پسکریکی است، توی همیست بانم یک رقص کنم، ببین که یک متر ریش است بازی میکنه، حالا میده در میدان لنگی رو طرف میاندازه در پیشوری مردم، آنچه که ازش بیان میکنه. عقل خدا را هوشیار مز برای خدای خوب نیست. مردم چی میگه؟ ای با سن و سال تو نمیزه و با تو مناسب شأنت نیست. مولوی صاحب هستی، آجی صاحب هستی، موسفید هستی، کلان قوم هستی. نه، ای عقل یزی از خوشحالی، از سرور متاثر شد، کار نداد. نهم، عقل بسیار اوقات متاثر می شود از مصیبت. خب انسان های هوشیار می باشد، عاقل و فهمیده می باشد، عالم و دانا می باشد. یک مصیبت بالایش آمد، اولادش فوت کرد، پدرش وفات کرد، مادر خود از دست داد، یک حادثه و واقعه پیش شد، ببین که در کله خود میزنه، کفریات میگه، گریوان خود میکنه، به فرق خود میزنه. بسیار زنها این مرض در زنها بسیار است. مردها بسیار مردها اشاره میکاره میکنه، باز نعوذ بالله اعتراض میکنن نسبت به الله. چرا این نفر کشتی؟ دیگر نفر در دنیا نبود، این بچه مرا دیده بودی، برادر مرا دیده بودی. نعوذ بالله میگه با ما چه دشمنی داشتی؟ و بسیار عقل داره، اشیار است، خوب فهمیده آدم است، باسواد است، تعلیم یافته است. از این خاطر حدیث آمده که لیس منا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. این مردمی که کارا رو میکنه خود دیوانه خون نیستن یا خود پودری نیستن، عقل دارن. 11 دشمنی عقل یا عقل که متاثر می شود، عقل و کار میماند، مسکرات، دخانیات، چرس، تریاک، شراب. از این خاطر الله تعالی فرموده لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. انسان وقتی که در حالت نشه باشه با مواد مخدر استعمال کرده باشه، تابلت و زیکپ و دیگر مواد و غیره را، این بیخی از مکلفیت بیرون می شود. چرا انسان مکلف چی میگه؟ عاقل باشد و بالغ باشد، مسلمان باشد، عاقل باشد، عقل دار و بالغ باشد. اینمی انسان الله تعالی میفرماد که او میگه اقیم الصلاة، اینجا میفرماد که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. چرا؟ قوه عقلیه یه وقت از بین رفت، مدهوش و مغلوب است، متاثر است از مسکرات. قرآن منع کرد که به نماز نزدیک نشوی. جای دیگر میفرماد که ولا تقربوا الزنا، اینجا میگه که ولا تقربوا الصلاة. از مکلفیت انسان برآمد، گویا اینکه عقل نداشته باشه. و حال است که شرابی عقل دارد، چرسی و بنگی و پودری و تریاکی عقل دارد، چیزا را دزدی میکنه، به منفعت خود میفهمه، اما متاثر شده عقلش. عقل ببین از بسیار چیز ضعیف، از یک دود که دود از متاثر میشه، از یک پیاله شراب متاثر میشه، از تریاک و از پودر متاثر میشه، از تابلت و از مواد مردار متاثر میشه، از مسکرات متاثر میشه، از کار میمونه. 12 عقل از بسیار علم و فلسفه متاثر میشه. از بسیار علم و فلسفه عقل متاثر میشه. لہذا یک چیزی که او از 12 چیز متاثر شود، از شهوت متاثر شود، از رسم و رواج متاثر شود، از قهر و غضب متاثر شود، از شوکی و قدرت متاثر شود، از پول و پیسه متاثر شود، از خوشحالی و خفگی متاثر شود، ای از مسکرات متاثر شود، از تنباکو متاثر شود، از یک گیاه خوش متاثر شود. همین میتونه که حکومت جهان پیش بره. فلهذا
حواس رو به دلایل گذشته نتانست، به این دلایلی که حالی گفتیم عقلم کار نمیته، حواس کفایت نکرد در حکومت دنیا، در بازسازی عالم، در تعمیر عالم. عقلم کفایت نمی کند، عقل کفایت نکرد. ما عقل افلاطونی را بگیریم به خود رهبر بگیریم، یا عقلی ابن حبن نقی را، یا عقلی مجنونی را، یا عقلی شرابی را، یا عقلی انسان شهواتی را، یا عقل انسانی در قهر و غضب است. عقل کدامش بگیریم؟ لہذا این عقل کفایت نکرد، حواس کفایت نکرد، لابدی و ضروری شد به یک قوه خارجی. امو قسمی که انسان قوه دارد، چشم یک قوه است، اما با وجودی که خود چشم یک قوه است، به یک قوه بیرونی روشنی است، برق است، آفتاب است، مهتاب است ضرورت دارد. طرف شب در تاریکی انسان بیرون میبره، یک شب تاریک است بیرون میبره، چشم داره، خب چشمای کته کته داره، قوی داره، یک چقری میافته، بالا یک درخت بالا میشه، بالا دیگه نفر بالا میشه. چرا؟ زیرا اینکه قوه خارجی نبود، برق نیست، روشنی نیست. اما قسمی که گوش یک قوه داخلی است، قوه سامیه، به قوه خارجی ضرورت داره، هوا باید باشد. در طیاره موتور که میشینی، طیاره که چالان میشود، اندوالی که نزدیکت است آوازش نمیشنوی. چرا؟ یه هوا قید میشه، شیشه که بند شده هوا قید میشه، اکسیژن قید میشه، گوش کار نمیکنه. این به دیگه قوه ضرورت داره که حواس. گوش به قوه ضرورت داره، چشم به قوه خارجی ضرورت داره، قوه شامه که بوی احساس میکنی به یک قوه دیگه ضرورت داره که او حواس، هوا تبادله شود که بوی متکیف شود به کیفیت چی؟ اشمامی در دماغ تو بزنه، توی را درک کنی، بدانی، حس کنی. لہذا همچنان عقل گرچه یک قوه داخلی است، به یک قوه بیرونی، به یک قوه خارجی ضرورت دارد. حواس و عقل هر دو به قوه خارجی ضرورت دارد که قوه از یکی این چیزها، قوه خارجی، نه متفاوت باشه، نه متأثر از غضب شوه، نه متأثر از رسم و رواج شوه، نه زیر تأثیر شهوت بروه، نه زیر تأثیر عشق بروه، نه زیر تأثیر خوشحالی و خفگی بروه، نه زیر تأثیر اقتدار بروه، نه زیر تأثیر مسکرات بروه، نه زیر تأثیر رسم و رواج بروه، نه زیر تأثیر تعصب و عناد بروه، نه زیر تأثیر بسیار عقل و علم و فلسفه بروه. او چیز نیست مگر وحی است. لہذا به وحی ضرورت شد. تا به اینجا دلیل اول بود برای ضرورت وحی. او چی بود؟ عدم کفایت حواس و عقل، که معترض اعتراض کرده بود که حواس و عقل داریم، به وحی چی ضرورت است؟ ما گفتیم حواس به این دلایل، عقل به این وجوهات کفایت نمی کند، به یک قوه دیگه ضرورت است. او قوه نیست مگر وحی است. فلهذا ارسال الرسول، انزال الکتب اشد ضرورت است تا اینکه جهان آباد شود. و آخر دعوانا الحمدلله.